همه مایار برادریم. پر از دلیا کردن در کور نیست. بخشانی و کولوبی و قرنی و یوی و غای نویس میرزاییوید کردن در کشت و این همه توجیکیم با هر دو طرف، نه اینکه از بدخشانی آمای کولوبی و آمای لنو بود، از هر دو طرف من بودن. ملتتون فاصله ایجاد نکنین، از ملتتون دور نشین، جدا نشین. ما یک پیکر هستیم، ما یک مردم هستیم، ما یک ملت هستیم. خب یکی ما پنشیری هستیم، یکی ما بدخشی هستیم، یکی ما پامیری هستیم، یکی خوجندی است، یکی کابلی است، یکی مزاری است و یکی بلخی است، یکی دیگر هراتی و یکی دیگر ایرانی است. اما در مجموع ما یک ملت و یک مردم و یک پیکر هستیم. نگذارین به کسی اجازه ندین که ما را از یکدیگر جدا بسازیم. ما یک مردم و یک ملت و یک زبان و یک فرهنگ هستیم. در قبل جبهه اگر نظام ایجاد نکنیم که مردم راضی شود، دیگه طبعا خودم باز راضی نمیباشم. هم یک نعمت است. چرا ما و شما این تجربه را داریم در چند سال گذشته که همه تبایی ما در بی‌اتفاقی بود. این بی‌اتفاقی دیگه کم بود که خدای نخواسته همه چیز از بین ببرد. دیگه انشاءالله همه متوجه شدن که اگر متحد نباشن و متفق نباشن کلش نابود میشه. همه نابود میشه. فقط من دلم بود یک چیزی که در مجلس این دفعه که بزرگان آمدن امراشان مطرح کنم و گپ بزنم، او ایجاد یک نظام است. حالا الحمدلله در اتحاد اتفاق خوب است. با گذشت روزم خوب شده میره.